مرکز آموزشی 03 نزاجا تنها مرکز آموزشی ارتش در شمال غرب کشوری که ماهانه پذیرای هزاران سرباز از اقصانقاط کشوره. 4 مهر ماه روز سربازه. به مناسبت روز سرباز 24 ساعت در کنار سربازان بودیم. عجبشیر، هر وقت نام این شهرستان به زبان می آید ناخودآگاه یاد پادگان عجبشیر می افتیم. مرکز آموزشی 03 شهید برخورداری نزاجا. من هم امروز سرباز شدم. لباس سربازی پوشیدم تا 24 ساعت کنار سربازان باشم. روزمون با اقامه نماز و خوردن صبحونه شروع شد. امروز خوبه، روزی که عدسی هست خوبه، روزی که لوبیا خوبه. اکثر روزا خوبه صبحونم. عالی. من لقمه من خوب نیست، از یه لقمه دیگه بگیرم. بعد نظافت اسلحه گرفتیم و راهی مراسم صبحگاه شدیم. چند روز خانوادتون هایی؟ حدودا 19 روز. بچه کجایی؟ بچه اصفهان. اگه بخوای یه جمله واسه مامانت یا بابات بگی چی میگی؟ خیلی دلم براتون تنگ شده. متأهل یا مجرد؟ مجرد. بعد مراسم صبحگاه نوبت کلاس‌های تئوری شد. در این کلاس‌ها به صورت کلی رزم انفرادی، تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی، کار با سلاح‌ها و جنگ افزارهای انفرادی رو یاد می‌گیریم. هدف واحد ما حفظ تمامیت ارضی و دفاع از ناموس و کشورمون هستش. نوبت نماز و نهار شد. بعد نهار یک کلاس دیگه هم برگزار شد. سربازان عزیزی که 8 هفته آموزشی ما در خدمتتون هستیم به عنوان برادر خود ما هستند و امانت خانواده‌ها دست ما هستند که سعی می‌کنیم امانتدار خوبی براشون باشیم. مراسم شامگاه شد و هر کس رفت تو لاک خودش. Gün batır yavaş-yavaş darıxma basır da məni. Payız gəlir də səndən də payızda da səndən uzaq. Sənin də təvəllüdündə biz yox. ما همیشه سعی کردیم یک محیطی مفرح و یک محیطی شاد و خوشایند پیش بینی بکنیم برای اینکه اوقات فراغت سربازا رو پر بکنیم که یک ذهنیت بسیار خوبی رو از محیط خدمتی داشته باشند. قسمت خوب تهیه این گزارش جایی بود که برای سربازان از فرمانده پادگان مرخصی گرفتیم. یک شنبه صبح تا یک شنبه صبح نمازو خوندیم و شامو خوردیم و خاموشی رو زدند و امروزمون تموم شد. دوران سربازی شب و روزش پر از خاطره است و این سربازان تا سالها از این خاطرات تعریف میکنند، اما کسی که دلش و وجودش با این مرز و بوم هست همیشه سرباز وطن خواهد ماند. حسین جعفریان، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آموزشی 03 نزاجا، عجبشیر.